اپلیکیشن معلم در خانه یک اپ آموزشی ویژه گوشی‌های موبایله که آموزش‌هاش رو به صورت انیمیشن ارائه میده. تو این ویدیو قصد دارم نحوه نصب این اپ رو که در این مورد خاص مربوط به حل نمونه سوالای امتحان نهایی فیزیک 12 تجربیه روی گوشی‌های آندرویدی بهتون آموزش بدم. اول باید مرورگر گوشیتون رو باز کنید. تو گوشی من مرورگر گوگل کرومه. حالا تو قسمت جستجو تایپ میکنیم معلم در خانه. خب وبسایت معلم در خانه باز شد. حالا میگردیم دنبال گزینه دانلود اپلیکیشن حل نمونه سوالات اینهاش. روش کلیک میکنم تا بارگیری بشه. صبر میکنم تا بارگیری کامل بشه. حالا دکمه نصب رو میزنم. سپر ایمنی بهش هشدار داده. میزنم جزئیات بیشتر و بعد گزینه در هر حال نصب شود رو انتخاب میکنم. برنامه رو باز میکنم. عالی. حالا میتونید از آموزش ها استفاده کنید. این آموزش ها شامل دروس مختلف دبیرستانی و دانشگاهیه و برای هر سوال معمولاً 3 سطر توضیح مفصل، معمولی و سریع داره.